در دوران تجدد وقتی که استقلال رسیدیم در اینجا دیدی استاد شکوری وسیع شد، خیلی گسترده شد. وقتی که خراسانی بزرگ پیش آوردن، یعنی که تنها بخارا نه بلکه خراسانی بزرگ در مجموع همه کل فارسی زبانان جهان موضوع اینطور گسترش یافت و در اثرهای آخرینشان همین موضوع تحلیل شده است. خراسانی بزرگ که ما تنها از یک شهر نیستیم، یا بخارا یا سمرقند یا بدخشان یا حصار، بلکه ما یک دولت بزرگی بودیم که تا امروز هم همون پیوند وجود دارد. معنوی، ادبی، فرهنگی، هر کاری که میکرده باشیم با دست جمعی میکنیم، یعنی که دیدشان فراختر شد در دوران استقلال. حدود 70 سال بیشتر در رشد فرهنگ ملت تاجیک خدمت باسازا کرد. فکر میکنم در کودکی همراه محبت خود تصورات های خویش از زندگی مهر بزرگی بخارا را به این دیار آورده بود و گمان میبرم امروز پس از مرگ شکوری آفتاب بخارا پایتخت قدیم تاجیکان نیست، امروز به نظر ما کم میتابد. زحمت های استاد محمد جان شکوری تمام آن مسئله های مهم متدولوژی که در دوره شوروی برای تحقیق علم ضرور بود آنها را از خود کرده، برای تحقیق پرابلم های ادبیات تاجیک و همچنین خودشناسی ملی و خصوص مقام ارجمند پیدا نمودن زبان تاجیکی کوشش ها و زحمت ها کشیده. استاد شکوری در احیا کردن میراث موسیقی ما، در حفظ کردن ارزش‌های خیلی گرانبها به مثال شش مقام خوانی، موسیقی کلاسیکی، عموما آن میراثی که گویا از بخارا و ما مانده بود، برای احیای آن و حفظ آن خیلی جانکنی ها کردند و در طول تمام عمر خودشون و این میراث برای احیای آن خدمت کردن و صادق ماندند. یک مرحله بزرگی ادبیات‌شناسی ما جواز گردید. میگه از همان قدم‌های اول در مکتب ادبیات‌شناسی روز به کمال رسیدن و چون ادبیات کلاسیک را هم خوب می‌دانستند، در انگیزش این دو ادبیات نظر تازه‌ترین خود را درباره مرحله‌های انکشاف نسل تاجیک، عموما در مجموع درباره انکشاف ادبیات زمان شوروی تاجیک اثرهای گرانبها آفریدند. میگم که سالهای آخر معلم بیشتر و مسئله های مشغول بودند که عموما به معنویات و فرهنگ ملت تاجیک وابسته بودند و نه تنها در امروز یا که تاریخ نزدیک، گذشته نزدیک، بلکه با ریشه ها و عمق مسئله ها بیشتر دیده می دوختند و ارمانی که در دل داشتند این مسئله تقدیر و سرنوشت مردم بخارا و سمرقند و عموما در این حدود بندی ها تاجیکانی که بیرون از حدود تاجیکستان ماندن، تاریخ اونها، تقدیر اونها بیشتر معلم را به تشویش می آورد و مسئله زبان پایه اساسی، رکن اساسی هستی ملت می گفتن و اون هر تحقیقاتی که سالهای آخر داشتن حتما به زبان می پیوست. لحظات بسیار سختی بر حاضرین میگذرد، چرا که پیکر بیجان استاد محمد جان شکوری که در جان آفرینی فرهنگ مشترک تاجیکستان و ایران و افغانستان بیش از نیم قرن تلاش کرده است، اکنون در بین ما لحظات آخر وجود را سپری می کند. شخصیت فرهنگی و دانشی مرد چون محمد جان شکوری پس از این غروب موقتی یعنی مرگ باز
پیوستن به جان جهان به معنای این است که در این جهان نیست روشنتر و روشنتر در دل همه انسان ها می درخشد. از بخارا تا دوشنبه و بدخشان، از کابل تا هرات، از تهران تا تبریز، امروز در سوگ این بزرگمرد، این دانشی مرد حوزه فرهنگ و ادبیات مشترک و تمدن مشترک غمگینند. همه رسانه های جمهوری اسلامی افغانستان امروز به جان سپاری محمد جان شکوری پرداختند. مرگ عالی مرگ عالم است. ما همه این رو میدونیم اما باور نمیکنیم و تحمل کرده هم نمیتونیم. یک وقتا گفته بودیم درباره استاد شکوری که در جشنشون که نیای من، زیای من، تو خود یک میهنی استاد، سمرقندی منی الحق، بخارای منی استاد. امروز علم تاجیک، فرهنگ تاجیک یک باغبان نهایت بزرگ خود را که در نهال معنوی خود، در باغ معنوی خود نهالهای پر از شد و شاگردان بسیار خوب را به وایه رسانیدند، از بحر ما، از بین ما می رود. دانشمند بزرگ ما تمام هستی وجود خیش را برای تربیه معنوی انسان صرف نمود و بیهوده کتابش را مکتب آدمیت نام نگذاشت. اما هستی ما از خداست و بازگشت ما به سوی خداست. پروردگار سفر آخرتی استاد محمد جان شکوری را نکو کرده باشید.